امروز جمعه 3 اپریل است و در این صبح بروقت به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 است و روز سعید رو برای شما تهنیت میگم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید صحت و سلامت باشید و حالا رو میاریم به خبرها. دو شرکت عظیم مخابراتی توجیکستان مگافون و تسل تعرفه های نو جاری کردند که نرخ آن در مقایسه با تعرفه های پیشینه در اکثر موارد یک برابر گران می باشد. نرخ نو موج تنقیدهای مشتریان را به بار آورده است. ماموریت شرکت ها میگویند ارزش گفتگو و یا اینترنت موبیلی را بالا نبردند، بلکه به تاکید آنها تعرفه های نو اینترنتی بیشتر دارند و خرج بیشتر می طلبد. الکساندرا آریست و سخنگوی شرکت مگافون روز 2 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییرات نو پیش از همه بنابر طلبات خود مشتریان صورت میگیرد که بیشترشان تلفن‌های هوشمند دارند و از اینترنت موبیلی استفاده میکنند. تعرفه هایی که شبکه‌های اجتماعی و دیگر خدمات اینترنتی را در بر نمیگیرند خریدار ندارند، افزود او. مسئولان دو شرکت دیگری موبیلی بابلون و زموبایل در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند آنها نیز نقشه بازبینی کردن تعرفه ها را دارند و روزهای نزدیک تصمیم نهایی خود را در این باره اعلان میکنند. فرجون ارکایف رهبر انجمن شرکت‌های موبیلی روز 2 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت‌های موبیلی همه گونه تغییرات در تعرفه و نرخ‌ها را با نهادهای دولتی تنظیمگر، خدمات علاقه و خدمات ضد انحصاری موافقه می‌کنند. نو شدن تعرفه‌ها که برای مشتریان به معنای بیشتر شدن خرج تلفنی همراهشان است، از حال ناراضگی را به میان آورده است. بر اساس امور نوترین دانشگاه جان هاپکینز که امریکا شمار گرفتاران با کرونا ویروس در جهان روز 2 اپریل از 1 میلیون نفر بیشتر شد. زیاده از 51,000 کس بر اثر آلودگی با بیماری همگیر جان خود را از دست دادند. باور می رود تعداد واقعی افتیدگان و مبتلایان از آمار اعلام شده بیشتر است. دانشگاه جان هاپکینز میگوید شمار زیادی گرفتاران با کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا ثبت شده به بیش از 236,000 نفر برابر است. ایتالیا از همه زیادتر قربانی داده است. تا این دم در این کشور اروپایی نزدیک 14,000 نفر بر اثر آلودگی به ویروس نو جان باختند. بیماری کووید 19 بار اول آخر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد. سازمان جهانی تندرستی آن را روز 11 مارس پاندمی اعتراف کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در پیام خود به مردم کشورش مهلت نظام روزهای غیرکاری را تا 30 اپریل دراز نمود. وی گفت معاش کارمندان با وجود نرفتن به کار باید پرداخت شود. پوتین همچنین صلاحیت‌های رهبران منطقه روسیه را بیشتر کرد تا در صورت ضروری تدابیر پیشگیری کننده را بیاندیشند. پوتین حالت فوق‌العاده اعلام نکرد. مدوزا و ادکریتی میدیا پیشتر با استناد به منبع‌های خود در ماموریت پرزیدنت روسیه نوشتند که پوتین چاره‌های کارانتینی مربوط به کرونا ویروس را غیر معروف و خطر بر ریتینگ خود می‌داند. بنابراین در روسیه وضع فوق‌العاده اعلام نمی‌شود. پوتین نمی‌خواهد مردم را ترساند. محض برای این از عباره‌های گوشه‌نشینی دست جمعی و هفته غیرکاری استفاده می‌شود. در روسیه 2 اپریل سال روان 771 حالت نوی مبتلا شوی به کرونا ویروس ثبت شده. شماره عمومی بیماران به 3548 نفر رسیده است. بیشتر حالت‌ها 2475 در شهر مسکو آشکار شده است. زویرشو قادیروف کارمند 35 ساله اکادمیای دولتی اداره‌کنی نزد پرزیدنت توجیکستان که آخر هفته گذشته با زخم‌های شدید کورد در بیمارستان بستری کرده شد میگوید حالا وضع سلامتیش بهتر است. این حادثه زمان اتفاق افتاد که او در استراحتگاه در ناحیه ورزوب تحت کارانتین قرار داشت. مقامات به نزدیکان زویرشو قادیروف گفتند گویا او با بدن خود چند دفعه کورد زده از آشیانه سوم سرازیر شده است. خبرنگار رادیو آزادی با زویرشو دیروز در بیمارستان قریه بالا صحبت کوتاه کرد. قادیروف گفت سوزن رو یک بار در دست گذار چه خیل می شود. منطقاً فکر کنیم چه خیل با کورد خود رو میزنی. و از این بیشتر تفصیلات نداد و گفت بعد پراسیت شدنش در این باره صحبت میکند. دولتیار دولتوف پزشک زویرشو قادیروف روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت یک ضرب کورد در قفسه سینه، 3 ضرب کورد در شکم و یک زخم دیگر در پیشانی او بوده. از پشت سرش نیز جراحت برداشته است. عین حال وضعیتش وزنی معتدل می باشد، خوراک را قبول میکند. قادیروف پدر زویرشو قادیروف روز 28 مارس در بیمارستان قریه بالا به رادیو آزادی گفته بود به فرضیه که او خود را با
کرد زده است باور ندارد و از مقامات میخواهد حادثه را منصفانه تحقیق کرده گناهکاران را جزا بدهند. ریاست و هیئت کارمندان اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت در آغاز این هفته با فرستادن نامه به رادیو آزادی گفتند حادثه مذکور از جانب ساختارهای دخلدار دولتی پورا زیر نظارت قرار دارد. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه خواستار تحقیق همه جانبه قضیه اکبرجان خالقов مهاجر 22 ساله تاجیک شده است. در این باره امامالدین ستارов سفیر تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس بیان داشته است. سفیر گفته است آنها از این قضیه آگاه بوده فرد متهم بازداشت شده است و تفتیشات ادامه دارد. به قبل امامالدین ستارov آنها بر ریاست کارهای داخلی ناحیه کوپتیوی مسکو نامه فرستاده در آن طلب کردند که حادثه همه طرفه تحقیق کرده شود. سفارت این قضیه را زیر نظارت گرفته است. خلاصه نموده سفیر تاجیکستان در روسیه. پیوندان اکبرجان خالقов مهاجر 22 ساله تاجیک شکایت دارند که معاون مدیر کارخانه ژیلیشنیکی ناحیه کوپتیو در مسکو اندری تریتیکوف فرزند آنها را از آشیانه دوم خوابگاه به زمین پرتافته است. حادثه روز 1 اپریل روی داده مهاجر تاجیک در حالت وضعی در بیمارستان میباشد. اکبرجان خالقов به حیث راهرو در همین اداره کار میکرد و در خوابگاه آن میزیست. تریتیکوف فرضیه دیگری را پیش آورده گفته است گویا راهروی تاجیک خود را از آشیانه دوم به زمین هوا داد. والدان اکبرجان خالقov گفتند او در بیمارخانه بودکنی شهر مسکو به هوش آمده است ولی وضعش همچنان نگران کننده است. مقامات پلیسی ناحیه کوپتیو گفتند حادثه مورد سنجش قرار دارد ولی تا زمانی که اکبرجان خالقov قضیه را نقل نکند حقیقت حال پورا روشن نخواهد شد. اوکراین به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در ساختمان نیروگاه‌های آبی و برقی کمک کند. خبرگزاری اینترفاکس از اوکراین اطلاع می‌دهد که وزیر کار خارجه این کشور دیمیتری کولبا اثنای صحبت تلفنی با وزیر کار خارجه تاجیکستان سیروژدین موریدین ابراز داشته است که کشور از جانبدار شرکت در بنیاد نیروگاه‌های گیدر انرژتیک این کشور است. او همچنین افزوده است که اوکراین جانبدار توسعه روابط سیاسی دو کشور در تمام سطح‌ها میباشد. دو کشور از جمله امکان تشکیل رفت و آمد بین همدیگر را بررسی نمودند. اوکراین در ساختمان گیس روغن شرکت دارد. دادگاه حربی شهر دوشنبه یک پیروی سازمان شهیدان یهوا را با گناه سرکشی از خدمت در ارتش تاجیکستان به 2 سال زندان محکوم کرد. حکم جاویدان با بوجانوف 20 ساله روز 1 اپریل صادر شد. پیروان سازمان نصرانی شهیدان یهوا که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است از روی عقیده های مذهبی نمیتوانند لباس حربی بپوشند کنند و به دست سلاح بگیرند، اما راضی هستند در عوض 2 سال کارهای والنتیری یا امدادی بکنند. نمایندگان رسمی شهیدان یهوا گفتند جاویدان با بوجانوف تقریبا 6 ماه باز در بازداشت است و در این مدت ماموران انتظامی چند دفعه علیه او از زور از جمله زدن و ترساندن استفاده کردند. مقامات به این نگرانی ها پاسخ ندادند. به اطلاع نمایندگان رسمی شهیدان یهوا والدین جاویدان باباجانوف برای رسیدن به قضیه او چند دفعه به دستگاه اجرایی پرزیدنت و دفتر امبودسمن نیز مراجعه کردند. مقامات در جواب گفتند از بس که در تاجیکستان قانون خدمت آلترناتیوی قبول نشده سرکشی باباجانوف از سربازی جنایت است. در تاجیکستان خدمت حربی برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی است و به هیچ گروهی مذهبی امتیاز دادن نمی شود. قانونگذاری تنها به افراد معیوب، پسری تنها در عائله و آموزگاران دهات برای جلب نشدن به ارتش امتیاز داده است. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما معلومات میدیم که امروز از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 10 سومانی و 21 درهم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومانی ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 128 سومانی و 20 درهم تعیین کرده است که در قیاس با دیروز 50 درهم کمتر می باشد. این چند خبر نوی بود که من خواستم در این صبح بر وقت برای شما بگویم و البته روزنامه آغاز شده از خبرهای زیاد در پیش است و همه شما رو در دام روز در صحبت‌های مستقیم و برنامه خبری منتظر خواهیم بود. روز جمعه را بار دیگر برای شما تهنیت میگویم و برایتان بار دیگر صحت میخواهم. امیدوارم در وقت کرانتین روز خوبی داشته باشید.